سلام بچه‌ها، چطوری؟ من سوگندم. به چنل خیلی خوش اومدین. امروز قرار ولاگمون رو با یک آنباکس و خرید شروع کنیم. خرید از کانوا فروشی یا خرازی میگن. اول من این تعریف کنم که من توی چند تا ولاگ قبلی بافتنی رو شروع کردم که با یک کلف کانوای صورتی بود و همه حرکات رو یاد گرفتم. مثلا یک عروسک کوچولو، یک هدبند، پاپیون و زیرلیوانی و اینا ببافم. الان رفتم کانوای و وسایل بیشتری رو خریدم تا چیزای جدید ببافم. و سری پیش رفته بودم این خرازی معمولی. این سری رفتم داخل خرازی خورشید توی یزد. بچه‌ها خیلی تنوعش واقعا بالا بود، همه نوع کانوایی داشت. امیدوارم که صدای لارا داخل ویدیو نیفته، اگه میفته ببخشید. همه نوع کانوایی داشت، همه نوع قلابی، سوزن، همه چی که مربوط به بافتنی داشت. و این پاکیتشون رو خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا. خب بریم شروع کنیم ببینیم من چیا خریدم از خرازی خورشید. من واقعیتش قرار بود که از داخل خرازی براتون فیلم بگیرم، اما انقدر بین تنوع کانواهاشون غرق شده بودم یادم ببخشید. اولیش یه دونه کانوای سفیده که مارک اینا اکریل بافت زخیمه و آره. دومیش کانوای مشکیه از همون مارک زخیمه. زخیم که یعنی اندازش اینقدر، ببینید مثل کانوا صورتی است که دیده باشید ویدیوهای قبلی. اینم همونه، رنگ کرمش. و این یکی مارکشو نمیدونم اسی اکریل تاپ. اینه که این نازک یاسی فقط نازک داشت. چشم عروسک از ایناست، این خیلی لازم میشه. قلاب سایز 2.5 بشه. من یه رنگی نمیخواستم ولی گفت هر قلابی یه رنگی داره و این 2.5ش سبز، یعنی 2.5 رو دارم، 2ش سبز بود. و در آخر کشمو از اونجا خریدم که رنگشون خیلی دوست دارم، خیلی پاستیلیه و توی دوربین اگه مثلا خیلی پر رنگ می‌افتید. و یکی سوزن گرفته بودم که گفتم گذاشتن لای این کانواه. چطور می‌ذارن لاش؟ من رو پیداش نکنم چی؟ هم پیداش کردم. بایستی اینا خیلی پرفته. خب بچه‌ها خریده همین بود و اینکه الان دارم میرم طرحمو داخل پینترست یا یوتیوب سرچ کنم و پیداش کنم، بعدش هم بریم باشه چیزی ببافیم که حالا در جریانتون خواهم گذاشت. سلام بچه‌ها، الان 2 روز از اون وقتی که من آنباکس کانوا رو گرفتم میگذره و الان دارم میرم صبحونه بخورم، آسپول درست کردم. و اینکه من طی اون 2 روز کار خاصی نکردم که بخوام توی ولاگ بگم. بچه‌ها الان بعد از ظهره و اینکه وضعیت اتاق خیلی بده، چون من تا الان داشتم برای ویدیو چیزی میبافتم که گفتم تو ویدیوهای آینده میبینید. حالا میخوام خورده اتاقم که خیلی کثیفه رو تمیز کنم. من قطع میکنم قبل و بعد بهتون نشون بدم. حالا بیاین قبلش رو ببینید. تموم شد. الان میخوام برم غذا درست کردم بخورم. بچه‌ها من الان غذامو خوردم و میخوام برم 10 صفحه از این کتابای نجوای دختری در باز که توی ولاگ قبلی با هم شروعش کردیم بخونم. بچه‌ها لارا عروسکش رو آورده، میخوام اول با اون بازی کنم بعد برم کتاب بخونم. بتش بودو درود بده بودو. خیلی مت خوبه. باشید میاد لارا. آره من برم یه 20 دقیقه با لارا بازی کنم بعدش برم کتاب بخونم. لارا خسته شد رفت نشست، آبش هم خورد و الان من دیگه برم کتاب بخونم. واقعا کتاب خوندن بغل حیوان خونگی یه جور دیگه میچسبه. مگه نه لارا ببینمت. سلام کن به بچه‌ها. وای مامانی. من 20 صفحه کتاب خوندم، الان میخوام برم ژورنال نویسی کنم.
که دیگه از ژورنال نویسی کردم نمیذارم، چون که فکر میکنم تو همه ولاگامون کتاب خوندن ژورنال نویسی هست. و تموم شد. برنامه فردا هم میخوام فردا ساعت 8 صبح بیدار شم و فردا بنویسم. نمیدونم باز 8 بیدار میشم یا نه، ولی تا آخر ولاگ بهتون میگم. الان میخوام برم این کار باحال کنم. وایسید بهتون بگم. گفتم وایس اما تو نشستی که بهتون نمیگم. الان گفتم آقا بریم بگم میخوام چیکار کنم. میخوام یه گوشه‌ای از اتاقمو برای امروز درست کنم که الان کنم بافتنی کنم، یه جای نشستن داشته باشم، چون دیگه از تختم خسته شدم. احتمالاً وایسید فوکوس کنه، احتمالاً سطل آشغال از اینجا بردارم و این تیکه رو درست کنم. حالا ببینم چی میشه. برم ببینم چه وسیله‌ای به درد میخوره بیارم. چقدر آینه کثیفه. این شکلی شد بچه‌ها و اگه لارا بیاد بهتر میاد، ولی فعلا لارا اینجا داره همه چیزو بو میکنه. آفرین. اینجا رو هم خراب کردی همه رو لارا. بریم قلاب بافی کنیم. بچه‌ها من چیزی که میخوام ببافمم انتخاب کردم، ولی نمیتونم میگم که کلا بافتنی یا اینکه الان انجام میدم توی ویدیوی بعدی قراره بیاد. حالا دیگه بیارید ویدیوی بعدی رو ببینید. میخوام یه اسپویل خیلی کوچیک بدم از ویدیوی بعدی که قراره چه چیزایی ببینید که بافتم. موضوعی نه، حالا چیزایی که ببینید و یه دونه‌اش رو میخوام بهتون نشون بدم. فقط چند ثانیه ببینید. بوم. همین قدر اصلا کلش پیدا شد. نمیدونم